قتل انواع و اقسام مختلف داره، با چاقو، با سلاح گرم، با سلاح سرد، قتل دست جمعی، گورهای دست جمعی، بمب خوشه‌ای، یا یکی دیگه این که هوای ما انقدر آلوده باشه که ما رو بکشه. طبق آمارهای غیر رسمی که تو روزنامه هست روزی 249 نفر کشته میشن. از این قتل جمعی بالاتر اگر یه آقایی مثل آقای بیجه 12 نفر رو کشت، اون همه پیگیری شد، چرا وقتی روزی 249 نفر کشته میشه پیگیری نمیشه؟ مسئول پیگیریش کیه؟ ما قوانینی داریم که ضمانت اجراییش یکم ضعیفه، مثل برنامه کاهش آلودگی هوا که سال 90 تصویب شد. شهرهای بزرگ 8 برابر قانونی هست. اگر بگن که یه شهری هست که البته چند تا شهر هست، تمام شهرهای بزرگ ما اینجوریه، ولی بگن یه شهری هست زمستون که میشه یه اتفاقی توش میفته شبیه زامبیا، این فیلمای ترسناک، روزی 249 نفر کشته میشن. ببینید وحشتناکترین فیلم علمی تخیلی رو میشه راجع به این ساخت و ما ندیده میگیریم، انگار نه انگار هستن. ببخشید من این مقدار صدام گرفته است، نمیتونم بلند خیلی بیشتر صحبت کنم، دوستانی که اون ته نشستن. شاید اصلی ترین مشکلی که ما الان در تهران داریم بر اساس اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم ذرات معلق باشه. مهمترین آلاینده‌ای که الان در سطح شهر تهران هست ذرات معلق هست. این ذرات معلق PM10 و PM2.5 هستند. ذراتی هستند با قطر زیر 2.5 میکرون و زیر 10 میکرون که 2.5 میکرون برای ما خطرناکتره، چون میره داخل نای و در وسط اون پرزای نای حتی میتونه عبور بکنه، وارد خون بشه و مشکلات سلامتی ایجاد بکنه. خب این مسابقات فوتبال که توی تهران اجرا میشه، خب این مسابقات فوتبال اون بدبختا چه تقصیری کردن که باید 90 دقیقه بدون تو این هوای آلوده؟ بعد قلیون میکشن، 2 تاشون قلیون میکشن، این همه سر و صدا را میفته. نمیگم قلیون کشتن کار خوبیه، کار بدیه، بسیار کار بدی کردن، اما ما از قلیون بدتر رو داریم به خوردشون میدیم. من بارها و بارها توی شرکت کنسول کیفیت هوا به عنوان هم سخنگو هم مدیر روابط تلفن‌هایی بهم وصل شده که واقعا تکون داده منو. به عنوان کسی که نشستم پشت میز دارم این تلفن رو میشنوم، مادری تماس گرفته که بچه من نمیتونه نفس بکشه و گریه میکنه پشت خط، بچه من آسم داره. واقعا این تصمیم رو دارم که اینها رو ضبط بکنیم و بفرستیم برای اونایی که مسئولن، گوش کنن، فرزند خودشون رو بزنن جای اون شخص، جای اون بچه که نمیتونه الان نفس بکشه. حالا یه مدتیه که آلودگی هوا خیلی وحشتناک شده و بعضی از کسانی مثل من، مثل آقای مهرجویی، مثلا راجع به آلودگی هوایی کم حرف زدیم، یا مثل آقای انتظامی افتادن توی بیمارستان، روزنامه ها نوشتن. خب شنیدیم که مثلا یه بار آقای روحانی یه عده‌ای رو مأمور کردن که به این کار رسیدگی کنن. اون عده کیان؟ کی گزارش اون عده رو به ما میده؟ یا مثلا خانم ابتکار گزارش تکان دهنده ای دادن، اون گزارش تکان دهنده چیه؟ چرا ما نباید بدونیم، ما که قربانی این ماجرا هستیم؟ خوشبختانه در دوره جدید مدیریت سازمان محیط زیست کاملا هدف ما شفاف سازی است. خود سرکار خانم دکتر ابتکار کاملا انسان شفاف و در واقع راستگویی به مردم هستند. نمیدونم حالا تو اون گزارشی که تو مجلس ارائه شده، واقعا من خودم الان حضور ذهن ندارم که چه مواردی ارائه شده که گفتن دغدغه که شما دارید استاد کیانیان. خود آقای رئیس جمهور دوشنبه هفته آینده دستور تشکیل شورای عالی حفاظت محیط زیست رو دادن با موضوع کار آلودگی هوا، ولی این رو باید بدونیم که این معضلات یک روزه به وجود نیامدن که یک روزه هم قابل حل باشن. امیدواریم که با اصلاح سوخت و اصلاح کیفیت خودرو سال آینده بهبود قابل توجهی در وضعیت هوای تهران داشته باشیم. چقدر زمان میبره؟ چقدر بچه ناقص؟ چقدر آدم باید بمیرن؟ چقدر آدم باید
دچار گرفتاری بشیم. کمترین خاصیتش این است که هر کدوم صبح پا میشیم اعصاب و روان به هم ریخته داریم. اگه سرطان نگیریم، اگه بچه‌هامون دچار گرفتاری نشه. آزبست میدونین چیه؟ آزبست ماده‌ایه که توی امریکا اگر توی یک ساختمونی آزبست باشه بخوام برن ساختمون رو تخریب کنن، از این لباسایی میپوشن که مال فضانورداست. ما داریم با لنت چینی اونو تنفس میکنیم. خیلی هم بلند مدت نه، همین که ایشون گفت 1 سال 6 ماه بعد تولید سرطان میکنه. اینا اون چیزاییه که ما باید بگیم، نه اینکه ماسمالی کنیم. ببخشید میگم ماسمالی، لاپوشونی کنیم. بزرگی میگه وقتی که توی کشتی ناخدا از همه میخواد که بیشتر کار کنن و فداکاری کنن، حتما مطمئن باشین تو کشتی ایرادی هست. الان هم که هی میگه سیاه‌نمایی نکنید. خب پس یه سیاهی وجود داره که ما نباید نمایش کنیم. خب چرا سیاه وجود داره؟ خب سیاه رو پاک کن. الان ما همگی داریم میمیریم به عمر غیر طبیعی، ما را دارند میکشند.